رسول الله صلی الله علیه و علی آله و اصحابه و من والاه. السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته. تماشاگران عزیز و گرامی، قبل از همه همچنین که ما و شما در عرفه عید سعید قربان قرار داریم، همه شما و در سیمای شما پیوندان و نزدیکان همگی را از صمیم قلب تبریک و تهنیت میگویم و از خداوند عزوجل عزت و برکت و سعادت ابدی را با دعا تمنا میکنم. و برنامه ما در موضوع عید قربان و قربانی، کیها باید قربانی کنند و یعنی سوالهای گوناگونی در این موضوع وارد شد به مرکز اسلامی. انشالله با امید پروردگار و تکیه و توکل به پروردگار به این سوالها و به سوالهای شما بعدی به 15-20 دقیقه به سوالهای شما انشالله جواب خواهیم گفت. خب، عید قربان یکی از روزهای مبارکترین در دین مبین اسلام هست و یکی از روزهای خیلی بابرکت مبارک هست. فردا عرفه هست و چطوری که شما میدونید تمامی حاجیان که از تمامی گوشه و کنار جهان جمع شدگی هستند، همه در یک نقطه یعنی در عرفات قرار میگیرند و اونجا یعنی مکان عبادت و مکان دعا و نیایش و مناجات هست که فردا انشالله همگی در اونجا می باشند و باید همه ما و شما که بیرون از اون موضوع هستیم با دعای اونها، با نیایش های اونها، با مناجات های اونها باید شریک باشیم و این روز عرفه رو هم روزی مبارک و روزی مقدس بدانیم، روزی پاکشوی از گناه بدانیم. چرا که باز هم پیامبر گرامی صلی الله علیه وسلم در حدیث مبارک میگویند که روزی عرفه روزی هست که روزی عرفه روزی هست که یک ساله گناهی گذشته و یک ساله گناهی آینده رو پروردگار میبخشد. یعنی کسی که توان دارد فردا پنجشنبه روزی عرفه رو روزه بدارد، اجر و پاداشی بینهایت بزرگ دارد و این روزی عرفه رو بس روزی یعنی روزی پربرکت و غنیمت بداند و همیشه هر لحظهش دعا و استغفار و توبه و ندامت و درود و صلوات و نیکی و نکوکاری ها انجام بدهد که چندین برابر نزد پروردگار قبول است. حالا یک نقطه من بگویم، بینندگان عزیز گرامی، در طول سال ما یک شب داریم که شب قدر است. بزرگترین شب این شب قدر است و بزرگترین روزی سال این روز عرفه است. حالا ببینید در اون با نص قرآن که ملائکه ها با جبریل علیه السلام فرود می آیند در شب قدر و برای تمام مؤمنین و عبادت میکردگی و دعا میکردگی و خیر و برکت میخواهند، عزت و برکت و سعادت دنیا و آخرت میخواهند. و روزی عرفه پروردگار با همون ذات پاکی لایق یعنی مناسب و لایق به خودش در روزی عرفه فرود یعنی حاضر می باشد. حتی با باشندگان عرفه در اون عرفات و در با باشندگان اونجا مباهات میکند با ملائکه هایش و مخلوقان پاک از گناهش. یعنی ملائکه ها میگوید ببینید که بندگان من چی میخواهند و در چی شکل و صورت و چی حالت قرار دارند. یعنی پروردگار حتی که مباهات میکند با بندگانش. برای همین فردا روزی مخصوص است، یعنی روزی عرفه عید روزی خیلی مبارک است، روزی اجابت دعا هست. حالا در شب قدر اگر ملائکه ها نازل شوند و در روزی عرفه حضوری لایق به ذات پروردگار حضوری پروردگار هست. برای همین فردا رو غنیمت بدونیم، خصوصا این دهه رو غنیمت بدونیم که حالا دهه ذوالحجه یکی از دهه‌های مبارک سال هست
حالا که در دو روزی اخیرش هستیم و چند روزی اخیرش هستیم، این روزا رو غنیمت بدونیم با احسان و نیکی و دستگیری و کمک و دعا و درود و صلوات و استغفار و با تمام نیکی های امان، یعنی هر لحظه غنیمت بدونیم و هیچ لحظه ایش رو در غفلت نگذرانیم، به خاطری که شود که این روزها رو ما پسی سر کنیم، چه روز عرفه و چه روز عید قربان، روزی مبارک ترین. یعنی این روزها رو با نیکی و نکوکاری و دعا و استغفار و پاکشوی از گناه و سعادت یک ساله آینده یعنی به دست بیاریم. حالا چرا پیامبر علیه السلام میگن که یک ساله گذشته رو می آمرزد، یک ساله آینده رو می آمرزد روزی عرفه؟ یعنی روزی عرفه یا عبادت روزی عرفه یا اینکه نیایش دعای روزی عرفه یا احسان و صدقه و نیکی های روزی عرفه، قبل از همه نیک کردن نیت و پاک کردن قلب یعنی صاف و پاک کردن قلب و عمل های صالح انجام دادن. یک ساله سعادت یک ساله آینده رو بنده مؤمن به دست میارد. حالا بسیاری ها گمان میکردند یا اینکه خیالی ها داشتند که شب قدر هر چیزی رو به قپیت طلا می شود. یعنی هیچ مسئله دروغ است، این اصلا یکون اساسی شرعی و واقعی ندارد که هر چیزی رو قپیدتون یعنی طلا شود. نه، مقصد مومن از این عبادت ها روزگی پروردگار است. وقتی که بنده مومن روزگی پروردگار به دست بیارد دیگه چی نمیرسد به اون؟ همه چی رو دارد، تمام. وقتی که بنده مومن نیکی و نکوکاری و عبادکاری و خیرخواهی و احسان و نیکی و دستگیری یک بیچاره و یتیم و یعنی نیازمند میکند، دیگه چی ندارد؟ همه چیز رو دارد. چرا که چند قلبی رو خشنود کرد و جای رو آباد کرد، پروردگار تمام عزت و برکت و سعادت رو برای اون میدهد. حالا اگر حسی ندهد معنوی میدهد. یک قلب آرام و پاک، قناعتمند، خاطر جمع، همیشه الحمدلله الحمدلله الحمدلله، خدا رو شکر. کم دارد، زیاد دارد، خشک دارد، تر دارد ندارد، چنون قناعتمند زندگی میکند که میگوید که فکر میکند که تمام دنیا در اختیار همین مؤمن، همین مسلمان است. چنین قناعتمند روزی زندگی میکند. این همه قناعتمندی و روزگی و خوشنودی و خوشحالی از کجا به وجود میاد؟ از همین عبادت ها، غنیمت دانستن این روزهای مبارکت. خداوند عزوجل یک قناعتمندی، روزگی، خوشنودی، خوشحالی در قلبش به وجود میارد که یعنی کس در حیرت میموند که این همه از کجا. برای همین این روزها رو مبارک بدونیم، این روزها رو غنیمت بدونیم، این روزها رو با نیکی و نکوکاری و احسان و دستگیری و خیر احسان کمک یعنی برای خود با برکت بگردونیم و یک ساله آینده خود رو یعنی چکار کنیم، نیک و باورار و با برکت و مبارک و با سعادت بگردونیم. بنده مومن یعنی خود هست که چکار میکند، این همه رو یعنی عملی میکند، این همه رو انجام میدهند. برای همین این روز فردا رو غنیمت بدونیم. حالا روز عید یعنی روز جمعه، روز عید سعید قربان هست. یکی از خصوصیاتش بس روز مبارک با برکت هست و روز عید رو یعنی با تازگی و پاکیزگی و سر لباسی یعنی پاک و پاکیزه، اگر نو هم نیست تازه و آزاده، خوشبویی، خانه و در دیگر همه با خوشبویی ها و با تازگی ها، با تمامی یعنی چیز، با تمامی توانش انسان وقتی که آمادگی میبیند برای این روز مبارک، پروردگار تمام نیت های نیکی اون بندهش رو عملی میکند. وابسته به چیز مناسبت پروردگار وابسته به مناسبت بندهش است. هر گونه که مناسبت کند بنده، پروردگار با بندهش چنین مناسبت میکند.
برای همین وقتی که بنده مؤمن حالا روزی چه روزی عرفه و چه روزی عید رو غنیمت میداند و مناسبت های نیک میکند، معامله نیک میکند، پروردگار با اون چند برابر زیاد قدم میآیم. اگر بنده هم آهسته آهسته آمد، یعنی من زود به سویش میروم. اگر بنده من یعنی آهسته دویده بیاید، من زود دویده به سویش. یعنی از بنده، از مؤمن یک حرکتی اندکی اگر انجام شود، از پروردگار چند برابر حرکتی زیاده یعنی انجام می شود و عزت و برکت و سعادت دنیا و آخرت را برای اون بنده مؤمن می دهد. برای همین این روزا را غنیمت بدونیم، نیکی ها کنیم، نکوکاری ها کنیم. و یکی از خصلت ها خوبی های روزی سعید عید قربان این است که باید پیش از نماز عید یعنی غسل، اگر سلامتی برقرار هست، کسی رو ضرر نمی کند، آبازی کردن، شستشوی بدن و هیچ نشد که طهارتی تازه و بسوی از نماز بامداد اگر شروع کنیم یا که از نماز صبح اگر حد امکان امروز رو بر وقت، شبش رو بر وقتتر خواب رود، هر کسی که توان دارد بر وقتتر خواب رود و صبح بر وقت بخیزد، پیش از صبح صادق نیم ساعت یک ساعت یک چند رکعت نماز تهجد بخواند. با مجردی یعنی صبح صادق یک توبه و استغفار بگوید، چرا که هنگام صبح صادق کسی که استغفار میگوید از اون این بنده از استغفار کنندگان نزد پروردگار قبول می شود و پروردگار از گناه پاکش میکند و تمام خیر و برکت و عزت و سعادت دنیا و آخرت براش میدهد. اگر تواند یک چند صفحه از قرآن تو نماز بامداد تلاوت کند که این قرآن الفجر کان مشهودا، که این قرآن شاهدی میدهد و در روزهای تنگی و سختی این قرآن برایت خیر و برکت و سعادت و یعنی عزت میارد. پروردگار به سبب این کلام بزرگش که این قرآن کلام پروردگار هست، حالا یعنی و نمازگاه یا به مسجد برای نماز بامداد که رفت، با مجرد خواندن گذاشتن نماز بامداد، چی در تنهایی چی در جماعت، وقتی که سلام دادید با مجرد سلام دادن الله اکبر الله اکبر الله اکبر لا اله الا الله الله اکبر الله اکبر ولله الحمد تکبیر تشریق میگوید. این تکبیر تشریق مدت 5 روز گفته می شود. این هم به مرد هم به زن، هم در نماز جماعت هم در نماز تنهاگذار، این همه گفته می شود. باید که این یکی از واجبات چیز هست، از واجبات عید قربان هست که باید این تکبیر رو بگوید، چی مرد چی زن. ولی در عبادت ها زن ها رو یعنی زن ها کوتاهی میگن، فکر میکنن که این خاصی مرد ها هست. نه، یعنی خاصی زن ها هم هست. وقتی که در خانه نماز رو گذاشت یا هر جایی که نماز رو گذاشت، چی مرد چی زن، برای واجب است که بعد از با مجرد سلام دادن دو طرف که سلام داد، الله اکبر الله اکبر الله اکبر لا اله الا الله الله اکبر الله اکبر ولله الحمد، یعنی این تکبیرات رو بگوید. یک بار گفتنش واجب است، 3 بار گفتنش سنت. 3 بار بگوید سنت است، اجر و پاداش زیادی میگیرد. و از خصوصیت های نماز عید یعنی پیش از نماز تا آمدن نماز یعنی در راه همون تکبیر تشریق رو آهسته آهسته گفته به نماز می آید. ولی که نماز هم خواند، بعد نماز تکبیر تشریق می گوید. یعنی یکی از خصوصیت های عید قربان و این روزی سعید یعنی تکبیر تشریق است که هر وقت چی بعد نماز هر وقت دیگر هم که باشد، هر وقت یعنی الله اکبر الله اکبر الله اکبر لا اله الا الله الله اکبر الله اکبر و الحمد، این تکبیر رو بگوید. حالا از خصوصیت و سنت هایش گفتم که خوشبویی است، لباس تازه در بر کردن است. وقتی که نماز مسجد که آمد، هر مسلمانی با چند نفر دست افشانی کند. پیامبر علیه السلام میگه که برادر مؤمن با برادرش، یعنی مؤمن با برادرش دست میدهد، دست افشانی میکند، دست همدیگر رو یعنی فشار میدهد با یک محبت و تبسم میکند که حالا تبسم کردن بر روی برادر مؤمنت برایت صدقه هست، اجر دارد.
یا اینکه به آغوش میگیره در روز عید یک چند برادری و نزدیک و فرزندان و اهل و خانواده و زن و شوهر و اینا رو آغوش میگیرید و تبریک میگوید و یعنی چی دست افشانی میکنید. به مانندی برگ درختی در خزان همه میریزد، به مانندی همین گناه دو طرف میریزد. فقط به خاطری که چیز اظهار محبت میکند، اظهار دوستی میکند، اظهار برادری میکند، حتی با همسر خود یا که فرزندان خود اظهار محبت میکند، هر دو طرف از گناه پاک میشوند. برای همین یکی از خصوصیت های این عید یا که نماز عید یا در مسجد، یعنی بعدی نماز تبریک تهنیت گفتن این عید که عید شما مبارک، همرسون با برکت، دیگر با کدام جمله، با کدام شیوه که نباشد، با کدام لهجه که نباشد، با کدام زبانی که نباشد، یعنی تبریک گفتن برادرت و دست افشانی کردن این از گناه پاک میکند. گذشته از این وقتی که می روید یعنی حتمی زیارت پدر و مادر، پیوندان و نزدیکان، یعنی خاله و عمه و دیگر حالا که دیگر خیلی وسایل زیادی آسان شدگی است که با تلفن هم که باشد یک تماس تبریک میگید، از سلامتی هاشون با خبر میشوید، صحت سلامتی میپرسید، اگر میتوانید یک تحفه حالا خاله، عمه، خویشاوندان، پیوندان، وقتی که رفتید دستی خالی نروید. از قدیم مردم ما این عرف و عادت رو داشتن که دست خالی نمیروید. اگر کسی هم دست خالی من میگه که دستش در پتی که بنیش یعنی اومد، یعنی همین حالا پیامبر علیه السلام میگه که تهادوا و تحابوا، شما هدیه بدهید به همدیگر تا اینکه محبتی شما زیاد شود، چی به پدر، چی به مادر، چی به برادر، چی به اپا، چی به خواهر، چی به خاله، چی به عمه، چی به عمک، چی به تقو. وقتی که رفتید یک تحفه، اگر نو چیزم باشد، هر چی که باشد، یعنی باید که یک تحفه برید تا اینکه این یعنی رشته خویشاوندی رو و محبت و دوستی رو و خویشاوندی و یعنی رفیقی و دوستی رو مستحکم میکند. برای همین یعنی بسیاری ها به نظر نمیگیرن این خیلی مهم است در معامله چیز خویشاوندی و اکدودری و اپاخواهری و یعنی پدر و پسری و دیگر این خیلی مهم است. و دیگر از خصلت‌های این روز مبارک خب قربانی هست. وقتی که نماز عید خواندید، بعد نماز عید قربان حتمی انسان‌هایی که شرایط دارند، انسان‌هایی که ثروتمند هستند، انسان‌هایی که مالشان به نصاب زکات رسیدگی هست، یعنی بر اونها واجب است که قربانی کنند. اگر نکردن چی؟ اگر نکردن یعنی گناهگار، ترک واجب یعنی عاصی می شود، تارک واجب، ترک کننده واجبات یعنی گناهگار می شود و از ثواب بزرگ محروم می شود. خب در نتیجه ناکامی های هم می آید. برای همین هر امکانیت دارنده، هر انسانی که امکانیت دارد، مالش به نصاب رسیدگی هست و برای اون واجب است. حالا اونی که مالش به نصاب نرسیده است، حالا یعنی نصاب زکات 36,000 تومان، چی سومی نقد باشد، چی اشیا باشد، چی خوراکه باشد، چی پوشاکه باشد، چی مواد ساختمانی باشد، هر چیزی که باشد، یعنی در این مبلغ اگر اشیا داشته باشد در پس انداز، برای اون واجب است که یک قربانی، یعنی حدی اقل برای یک شخص یک گوسفند یا یک بز یعنی چی هست واجب است که قربانی کند. حالا بز حتمی باید 1 ساله باشد، گوسفندی که 6 ماه هم باشد، فربه چوقی که خب دیگر 1 ساله نمایان شود، از 6 ماه بالا یا 6 ماه بالا هم باشد نمایان به 1 ساله باشد، درست است. برای یک نفر یک گوسفند این قربانی کردن که هر انسانی باید یک بز 1 ساله حدی اقل 1 ساله باشد، 1 ساله بالا باشد و یک گوسفند، یعنی گوسفند گفتم که فقیهان میگن که اگر 6 ماه هم باشد یا 6 ماه هم زیاد باشد، 1 سال هم نباشد، یعنی فربه باشد که 1 سال نمایان شود، درست است که اون را قربانی کنند برای یک. اما گو میشود سن سال قربانی گو تا 2 ساله، از 2 ساله یعنی حدی اقل پایان باید 2 ساله باشد، یعنی گو 2 ساله باشد. و شتر هم 5 ساله باشد حدی اقل.
از 5 بالا باشد، گاو از 2 بالا باشد، یا که شتر از 5 بالا باشد، قربانی اون درست می شود. حالا گاو و شتر، برای گاو و شتر یعنی می شود که 5 نفر، چه گاو باشد چه شتر، یعنی 7 نفر یعنی شریک شوند با مصلحت و خریداری کنند و این مبلغ یعنی نرخ این گاو رو یا که نرخ این شتر رو 7 نفر تقسیم میکنند و همچنین که 7 نفر برابر باید پرداخت کنند مبلغ اون شتر یا اون گاو رو. حالا گوشتش رو هم برابر تقسیم میکنند. اول تقسیم میکنند، بعد حصهش رو اگر که بخشید میبخشد، تمام. یا بگیرد میگیرد، اختیار دارد هر انسانی، هر شریکی در این گاو یا در شتر. خب حالا قربانی رو کی میکند؟ گفتم چه مرد چه زن، عاقل باشد، بالغ باشد، سالم باشد یعنی دیوانه نباشد، یعنی مسلمان باشد، عاقل باشد، دیوانه نباشد، بالغ باشد. بر این واجب می شود که چیکار کند؟ یعنی قربانی کند. حداقل گفتم که یک گوسفندی یا که بز 1 ساله یا 1 ساله بالا و گوسفندی که 6 ماه و نمایان 1 ساله هم باشد یا که از 1 ساله بالا و گاوی 2 ساله و از این بالا و شتری 5 ساله از این بالا. چه مرد باشد چه زن باشد. مرد و زن مسلمانی که دارنده باشد به همه واجب می شود. حالا فرض کردیم زن شوهر هر دو ثروتمند هستند و مالی علایدت، ثروت علایدت، پسندازها علایده هست، هم به شوهر هم به زن واجب می شود که باید قربانی کند. اگر قربانی نکند آسیب شود، چرا که مال دارد، ثروت دارد، صاحب کاری هست، صاحب کار هست، یا که صاحب کار نیست، میراث گرفتگی هست، مبلغ زیادی دارد. حتی در حدودی اگر 85 گرم همون زر زیور و اون تلاواری هایی که دارد، چه گوشفار و چله و دیگر، اگر 85 گرم از این داشته باشد، هر سال برگردن اون زن واجب است که باید قربانی کند. اگر نکند آسیب می شود. برگردن اون زن واجب است که از این 85 گرم طلایی که حالا در بازار معلوم است که چقدر هست نرخی اون، خب باید از اون زکات بدهد. از هر 1000 سومونی 25 سومونی باید زکات بدهد. چی زن؟ یعنی زن، خصوصا در مسئله چیز زر و زیور، گوشوار و چله و دستمانه و دیگر. و مردی که ثروتمند هست برای اون هم و برای مرد زن یعنی قربانی واجب است، باید که قربانی کنند. حالا در یک خانه زن شوهر چند فرزندها هم ثروتمند هستند، یعنی در گردش مال علایده گردش دارند، پسندازی علایده دارند، یعنی هر کدام فرزندها فرض کردیم در یک خانه اگر 10 پدر و مادر 8 فرزند باشد، 8 فرزند ثروتمند باشد، هر یک کدام این فرزندها باید در علایدگی یعنی پسندازی علایده که دارند، هر یک کدام اینا در علایدگی باید قربانی کنند. حالا قربانی کردن این گوشت رو چیکار میکنن؟ سنت یعنی امر مستحب این است که فقیها میگویند که این قربانی کرده اش رو به 3 حصه، اگر یک گوسفند باشد فرض کردیم، لیکن انسانی هستن که چند گاو میکشن، خب دیگه اون میتواند که چندش رو که بخواهد خود ذخیره میکند، میخرد یا استفاده میکند، یا اگر بخواهد همه‌اش رو با نادر و کمیزاعت و یعنی چیز با نادر و کمبیزاعت، اویلوی کمبیزاعت یعنی یتیم خانه و معیوبان و به سرپرستان، خانه‌ای که جایایی که به یعنی سالخورده‌های به سرپرست هست و اونو که اونو بیچاره از همه نیازمندترین همونا هستند، یعنی برده در اون کران سالخانه‌های به سرپرست، در اون جایای یتیمخانه‌ها یا جایایی که یتیما و معیوبا هستند در اونجا برد بدهد، اون بهترین اجر و بزرگترین اجر رو حاصل میکنند. خب اگر که یک گوسفند هست، حالا که دیگر 3 قسمت تقسیم میکنند، یک قسمتش رو یعنی چیز برای خودش ذخیره میکند، یک قسمتش رو برای خویشاوندان و نزدیکان و پیوندان، چی به طوری ضیافت، چی به طوری که خام یعنی تحفه پاکت میکند، روان میکند، و یک قسمت دیگه اش رو از این 3 حصه یک حصه اش رو به نیازمندا و اویلوی بیچاره و بینوا باید که چیکار کنه؟ تقسیم کند.
یعنی تمام اون اجر و برکت و اون با برکتی روزی عید رو به دست میارد، روزگی پروردگار رو به دست میارد. من یک واقعیت بگویم بینندگان عزیز گرامی، هر انسانی که هر سال زکات مالش رو میدهد، قربانیش رو میکند، هیچ ممکن نیست که اون دست کم ببیند، هیچ ممکن نیست. چرا؟ بخاطر این وعده پروردگار است و پروردگار وعده خلاف نیست. پروردگار میگه بنده من به تو دادم، تو به بندگان نیازمندم بده، من کفیل نگهبانی تمام ثروت و دارندگی تو خودت و مال اموالت میباشم. در نتیجه میبینید که هر چقدر باز مبلغ یا که مال یا که صاحبکاری برقرار میشود، برکت میشود، پیشروی ها میشود، عزت و سعادت و برکت به دست میآید. باید این روزا رو غنیمت بدانیم، باید که این روزا رو همه بنده مومن باید که غنیمت بداند، باید این فرصت رو از دست ندهد، چون این میگذرد. حالا عید قربانی گذشته از همین پیوندان و نزدیکان و شناسای ما چقدر نفرای بدن که حالا نیستن، خدا رحمتشون کنه، نیستن، گذشتن، تمام. همه این فرصت ها از دست رفت. کسی بود میکند که این فرصت ها رو غنیمت بدانه و احسان نیکی زیادی انجام بدهد. حالا قربانی گفتم که با کی واجب میشود. حتی قربانی اگر فرض کردیم خب پدر باشد، خب مادر باشد، قربانی یعنی مال قربانی آماده کرد، زنده یعنی حیات است، یعنی از دنیا گذشت، اون قربانی اون پدر یا اون مادر یا برادر رو به پرگی قربانی از نام همون پروردگار رو، یعنی در قربانی باید که قربانی کننده یا که همون قصاب هم که باشد یا خود انسان هم باشد یا کسی دیگه وز کننده هم باشد، پروردگار این قربانی رو از فلانی اگر گذشتگی باشد، پروردگار این قربانی را از مرحوم اکی فلانی یا برادر فلانی به درگاهت قبول بفرما، بسم الله الله اکبر میگه ذبح میکند. قبل از قربانی کردن، قبل از مکه یعنی کارت کشیدن، باید بگوید که پروردگار این قربانی رو خب از نام خودم باشم، از من فلانی پروردگار رو به درگاهت قبول بفرما، اجر و پاداش عظیمی نصیب روزیم بگردان، بسم الله الله اکبر. حالا مرحوم پدر یا مادر باشد، پروردگار این قربانی رو از نام مادرم مرحوم فلانی یا مرحومه فلانی به درگاه قبول بفرما، اجر پاداش عظیمی نصیب روزیش بگردون. در همین صورت یعنی قبول است، خداوند اجر پاداش رو میرسوند. لبه. سلام علیکم. علیکم سلام و رحمت الله و برکاته. حضرت دولت سوال داشتیم. مرحمت. وقتی که ما مثلا قربانی را میکشیم، همین را پوشش چه باید تقسیم کنیم از زورویش پیغمبر که این نمیفهمونده؟ بعد یک سوال دیگه داشتیم. خب از جانب پدر یا که مادر اگر لحیات باشن میتونیم که قربانی کنیم؟ خب سلامت باشید. خدا قربان دیگه سوال نیست؟ موفق باشید. گوشت قربانی را فعلا من گفتم که به سه قسمت، یعنی مستحب و سنت و خوب این است که ثواب این است که به سه قسمت، یک قسمتش رو برای اهل خانواده خودش ذخیره کنند، یک قسمتش رو برای دوستان و پیوندان خویشان یعنی تقسیم کنند، یک قسمتش رو برای یعنی نودار و بیچاره و کم بغل. این سوال اول. سوال دوم، حالا پدر چی زنده باشن چی گذشته باشن، مرحوم باشن، و من فعلا گفتم که این پروردگار رو این قربانی رو از نام مرحوم پدرم یا از نام مرحومه مادرم فلانی و درگاهت قبول بفرما، اجر و پاداش عظیم بر روحش برسون، روحش را شاد کن، بسم الله الله اکبر، یعنی کرد رو میکشد. و این سوال دیو. خب به هر حال چی زنده با، حالا رسول خدا صلی الله علیه و سلم در حدیث صحیح آمدگی است که وقتی که نماز عید رو خواندن از منبر پایان شدن، چرا که یعنی خطبه نماز عید بعد از نماز عید هست. حالا شنیدن این خطبه نماز عید، خطبه عید یعنی شنیدن از واجب است. متاسفانه بعضی که نماز رو میخونن حرکت میکنن، نه، باید که همه آرام بشینن تا اینکه امام این خطبه رو تمام کنه.
ولی که تمام کردن همه بعد میخیزن یک دیگر رو تبریک میگوین میرون. این آداب نماز یا که سنت نماز عید یا واجب نماز عید است که حتمی باید این خطبه رو بشنوند، یعنی در روش گپ. حالا که پیامبر علیه السلام نماز خواندند، خطبه رو بود کردند، پایان فرو آمدند، دیدن که یک گوسفندی رو آوردند. حالا این گوسفند رو از نام خودشان و از نام امتانشان که امکانیت ندارند گفتن که پروردگار رو این قربانی از نام امتانم که شرایط قربانی کردن ندارند. و 1400 سال است برای امتانش پیشکی پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و سلم قربانی کردگی هستند. برای امتان یعنی برای مسلمان مؤمن و مسلمانی که امکانیت ندارد از نام و پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و سلم قربانی کردگی هست. حالا هر مسلمانی از نام گذشته‌اش یا از نام استادش یا از نام پدر مرحومش یا از نام مادر زنده‌اش یا از نام پدر زنده‌اش که پدرش یعنی مولی به نصاب رسیدن ندارد، همه ضرورت زندگیش رو تامین میکند، بالای روز عید قربان باید که حتی فطر روزه‌اش رو در ماه مبارک رمضان فطر روزه‌اش رو و در عید قربان از نام پدرش قربانی کنند. پروردگار این قربانی رو از نام پدرم فلانی به درگاهت قبول بفرما، اجر و پاداش عظیم این قربانی رو به پدرم و در اعمال نامه پدرم نوشته بگردان و برایش عزت و برکت و سعادت دنیا و آخرت بگردان. بسم الله الله اکبر میگه مکرو میزند. یعنی یکی از سنت و واجبات ذبح این است که چه قربانی چه غیر قربانی باید که ذبح کننده قصاب یا هر انسانی که یعنی چربه رو ذبح میکند هنگامی که کرد رو میکشد اون هنگام باید بگوید که بسم الله الله اکبر یا بسم الله والله اکبر. اما بسم الله الله اکبر گفتن افضل تر است. هر دوشم درست است لیکن اینش بهتر است. خب چه از نام پدر زنده چه از نام فرزند زنده، یعنی درست است که پدر بیاد که پروردگار رو یعنی فرزند بیمار دارم از همین قربانی رو از نام همین فرزندی بیمارم پروردگار برایش عزت و برکت و سعادت سلامتی بده و ثواب و اجر پاداشش رو در اعمال نامه اش نوشته کن. تمام میرسد، پروردگار قبول میکند با تمام اجر و پاداشی بزرگش. لبی الو سلام علیکم. علیکم السلام. میبخشید مرکز اسلامی سویسرا نه؟ بله برنامه مستقیم است. اگر سوال داشته باشید مرحمت. میبخشید یک سوال داشته باشید دولا جان. گوسفند در وقتی ما عید قربانی میکنیم ما این مقطع زنگ میشیم. گوسفند در وقتی عید قربانی میکنیم میکشیم ما میتونیم که هر داره که ترازوقت کیلو بکشیم چند قدر کیلو میاد مقطع. خب دیگه او چیز خریداری را تخمینی خریداری نمیکنی، انیق میکنی. درست است. یعنی چه قربانی چه غیر قربانی وقتی که شما خرید و فروش میکنید، خرید و فروش قاعده دارد موافق شریعت باید که انیق کنید بخرید. ولی شرط نیست که یعنی تخمین بزنید که حالا دیگر همین قدر است یا که هر چیزی که صاحب مال گفت که گوسفندی من فرض کردیم 4000 یا 2000 یا 1000 شما باید حتمی باید رو قبول کنید. نه ممکن است حتی بگید که من قربانیت رو کیلو میکنم بعد شما رو میدیم یا وقتی که طرفین اتفاق میکنن یعنی درست میشه. این خرید و فروش موافق شریعت درست است. ولی خصوصا قربانی باشد درست است که زنده یعنی زنده وقتی که بالای ترازو میگذارد حالا متخصص یا قصاب یا که خرید و فروش یعنی خرنده و فروشنده مال و این گاو یعنی چاروا میداند که اگر وزن زنده چقدر باشد بعد گوشت شدنش چقدر میشود این رو انیق میداند. موافقی همین اگر نرخ کند درست است. لیکن باید که قربانی رو پیش از اون که قربانی میکند حتمی باید مبلغش رو داده باشد. یعنی قرض نگیرد قربانی کند و بعد یعنی قربانی رو از حساب قرض کند درست نیست. حتمی باید مبلغش رو داد بدهد و کدام نمودی که موافقه کنند یا در شکل که چند کیلو میبراید یا در ترازو چند کیلو میبراید. یعنی هر نمودی سودا موافق شریعت درست است چی قربانی باشد چی غیر قربانی. شما از مکه زنگ میزنید؟
بله بله. دیگه سوال دارید؟ خدا خیر برکت زیاد دهد. همه حاجی را از نام ما سلام بگویید، در حق ما هم دعا کنن حاجی ها. امید دعا داریم از شما. در اونجا فرد روز عرفه روز اجابت دعا هست، حتمی در حق ما و در حق ملت، در حق دولت، در حق وطن، خصوصا پیشوای ملت و تمامی شخصان دلسوز این کشور این ملت، همه حاجی ها رو خواهش کنید که دعای خیر و برکت بگویند در حق مفتی و همه خادمان دین و همه ملت و دولت و وطن و سرور دولت و پیشوای ملت، همه غمخورای این کشور این ملت، یعنی دعای خیر و برکت بگویند. بسیار التماس دعا. خدا خیر و برکت ایجادتان دهد و برایتان پروردگار مبارک بگرداند، دعاهایتون رو پروردگار مستجاب بگرداند. سلامت باشید. دیگر سوال ندارید؟ بله شهادت سلام علیکم. شهادت رحمت ایشان. موفق باشید، موفق باشید، سلامت باشید. یعنی درست است. ولی بسیاری گمان، حالا یک مسئله دیگر در ذهنم اومد. در بعضی گمان میکنن اون وقتی که بازار رفتید گهواره خریدنی شدید باید که نرخ نکنید. تو صاحب گهواره گفت که 100 تومان باید 100 تومان بخرید، 500 تومان 500 تومان بخرید، 1000 تومان 1000 تومان باید بخرید. اگر نگفته اون رو نکنید چی؟ اون بودک به اقبال میشد که چی میشه؟ این اساس شرعی، یگون اساس شرعی واقعی نداره. هر چیزی که هست نرخ میکنید، نرخ با نرخ واقعی بازار چندی که هست، در عرف چندی هست، میتوانید با همون نرخ اون رو خریداری کنید. یلا بای. یلا بای. و علیکم السلام. سلام علیکم. دولت سوال بگید. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. مرحمت. همین دونجا سوال هم که نمی قربانی را وقتی که ما میکنیم، همون قربانی اگر که تحت دین نباشه و همین برای مردم بکنی که مردم یگون چی بوده و مردم تعریف نگفته، همین وقت قربانی قبول میشه و نه؟ سلامت باشه. دیگر سوال است؟ نه سوال دیگه که کدام روز را بهتره که قربانی را بکنیم؟ کدام روز؟ یعنی مهلت قربانی. یعنی بهتره که قربانی را بکنیم. باشد. سلامت باشه. دیگر سوال نیست؟ لبای؟ سلامت باشید. خیر برکتیت. سلامت باشید. موفق باشید. خب کدام روز، یعنی کدام روز قربانی کردن؟ یعنی قربانی بعد از نماز شروع میشه تو 3 روز تو شامی روزی سیمی. یعنی این مهلت است برای انسانی که مشغول هستن. اما بهتر و خوبتر، افضلتر و بهتر همین است که با مجرد نماز خوندن، نماز عید رو که خوندید، اولین کاری که میکنید باید قربانی رو کنید و سنت همین است که از گوشت همون قربانی افطار کنید. تو نماز عید و تو قربانی اگر دیری بد نشود، سنت همین است که از گوشت همون قربانی افطار کنید. یعنی از صبح صادق تو قربانی کردن، اگر مبادا قربانی دیر می شود و دیگر تو نیمروز یا بعد نیمروز، خب می شود که با هر چیزیش بعد از نماز افطار کنید. پیش از نماز هیچ خوردن، یعنی تو نماز رفتن هیچ چیز نخوردن و استودن تو نماز عید، یعنی از صبح صادق صبح که دمید نماز بامداد خوندید، هیچی نمیخورید، صبر میکنید، نماز عید میخونید، نماز عید رو خوندید. اگر که قربانی زودتر که شد از گوشت همون یعنی بریده رو میپزند و کمی هم که باشد با همون یعنی روزه رو میشکوید، روزه همون چند ساعتی نه عیدی قربان رو. و سنت هم همین است که با گوشت قربانی افطار کنید اگر امکانیت باشد، فرصت بدهد. خب حالا سوال یکمش این بود، انسان اگر به خاطری یعنی خودنمایی یا بگویند که خب این سخی است و سخاوتمند است و دارنده است و قربانی میکند، یعنی این همه اجر ندارد، برعکس گناه دارد. حالا حتی بیاد اگر نماز با تمامی خشوع دیگر که مردم ببینن عاصی میشن، گناهگار میشن. تمامی عبادت‌های در اسلام خاص به خاطر خداوند باید باشد. من یک واقعیت دیگر بگویم که بسیاری ها رنج میکشن، تا آخر عمر شکایت میکنن، یکی های زیاده میکنن، احسانی زیاده میکنن، لیکن به خاطر خدا نمیکنن، به خاطر این آن میکنن، بعد تا مردن من این کردم اون کردم هیچ قدر نمیکنن. یعنی